بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. و بعد السلام علیکم دوستان عزیز گرامی. فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم احادیث زیادی برای ما باقی گذاشته رفتند که هر یک جهانی از معانی، یک جهانی از تعلیم و ارشاد و تربیت است. جمله های فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم، کلام مبارک ایشان در حجم کوتاه و در معنا خیلی وسیع است. بعضن یک جمله ایشان یک عالم از پند و حکمت و نصیحت و راهنمایی هاست. یکی از اون جمله های پرمضمون، پرمحتوا که در شکل جمله کوتاه است اما در مضمون، در معنا خیلی وسیع است. یک جهان از تربیت و تعلیم و راهنمایی است. حدیثی است که امام بخاری از روایات عبدالله بن عباس روایت کردند که فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم در آن گفتند: نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس، الصحة والفراغ. فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم در این حدیث گفتند دو نعمتی است که اغلب مردم، اکثر مردم قدر آن را نمی‌دانند، قدر شناسی نمی‌کنند و در مناسبت با این دو نعمت اکثر مردم زیان می‌بینند. یکی نعمت تندرستی، دیگری نعمت وقت خالی. تندرستی دوستان گرامی نعمت بسا مهم و گرامی است که همه کار و فعالیت انسان در حیات به این وابسته است. اگر انسان تنی درست نداشته باشد، درست عبادت کردن نمیتواند، درست کار و فعالیت کردن نمیتواند. یکی از متفکران معاصر دوستان عزیز گرانبها بودن این نعمت عافیت و تندرستی را به یک جمله زیبایی بیان کرده بودند: تندرستی تاج است بر سر تندرستان که آن را تنها بیماران دیده میتوانند. در سخن این متفکر بزرگوار دوستان عزیز اشاره به این حدیث هم هست که تندرستی را تاج نامیده که بر سر شخص تندرست است، اما بیمار آن تاج را دیده میتواند. از آن شخص تندرست خود این نعمت را، ارزش این نعمت را، قدر این نعمت را نمیداند. نعمت دیگری که فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم گفتند نسبت آن گاه قدردانی نمی شود، این فراغت است، وقت خالی است، نعمت وقت. حسن بصری تابعی بزرگوار میگوید: ای ابن آدم انما انت ایام فاذا ذهب یوم ذهب جزء منك او بعض منك. ای فرزند آدم، تو عبارت از مجموعه روزها هستی. یک روز اگر سپری شود جزئی از تو رفته است، جزئی از تو از بین رفته است که به گذشت روزها تو هم یعنی میروی. نعمت وقت دوستان عزیز که در این حدیث به قدردانی آن توصیه شده، واقعا نعمتی است که از همه نعمت‌ها بعد ایمان و تقوا بالاتر، از هر دارایی ارزشمندتر است. وقت را نمیتوان از کسی قرض گرفت، وقت را نمیتوان ذخیره کرد، وقت را نمیتوان دوباره بازپس گردانید. یعنی وقت حیات ماست، وقت سرنوشت ماست، وقت یا نعمت ابدی در سرای آخرت است یا عذاب و حسرت جاودانی. یکی از جامعه شناسان مشهوری معاصر میگوید: من 50 حال نامه شخصان موفق را خوانده برآمدم، آموختم که در حیات چگونه بودند، چه خصلت‌ها داشتند، چگونه موفق شدند. دیدم که یک صفت، یک خصلت مشترک که در همه آنها دیده می شود این بوده که ارزش وقت را شناختند، وقت را قدردانی کردند. سر موفقیت آنها نیز در همین بوده که قدر ساعت‌های عمر، قدر لحظه‌های عمر را دانستند و در کارهای مفید وقت خویش را صرف کردند. سعدی شیرازی حکیمی سخن از گذشت بعضی روزهای حیاتش که به گفت خود قدر آن را نشناخته اظهار حسرت و تأسف خورده، ما را به مضمون این حدیث و قدر شناسی به وقت توصیه نموده. در این بیت‌های زیبا گفته است: قضا روزگار زمن در بود که هر روزی آنچون شبی قدر بود. قضا روزگار زمن در بود که هر روزی آنچون شبی قدر بود. من آن روز را قدر نشناختم، بدانستم اکنون که در باختم. پس این حدیث مبارک دوستان گرامی ما را به این توصیه میکند که نعمت‌های الهی را شاکر باشیم، قدردانی کنیم، قدرشناس نعمت باشیم و هر نعمتی که خداوند عزوجل به ما عطا کرده در راه طاعت او تعالی صرف نماییم. گرچنده که بنده نعمت‌های الهی را شکر گفته نمیتواند، قرضی
خداوندی را ادا کرده نمیتواند، زیرا نعمت های الهی به حسابند. و این تعدوا نعمت الله لا تحصوها، گفت خداوند اگر نعمت های خدا را خواهید شمار کنید توان شماریدنش را ندارید. کجا رسد توان شکر گفتنی آن؟ خود شکر گفتنی نعمت های الهی نعمت است که حاجت به شکر دیگری دارد. و علل خصوص این دو نعمتی که در این حدیث ذکر شده، نعمت تندرستی و نعمت وقت خالی، که شخص تندرست میباید شکر این تندرستی نماید. شخصی که حالا وقت خالی دارد، در اختیار ساعتهایی دارد، این تندرستی را و این وقت خالی را در نیکی ها و خوبی های دنیا و آخرت صرف نماید و از بندگانی باشد که نعمت های الهی را قدر کرده است. به امید عافیت و تندرستی دوستان گرامی و به امید قدرشناسی از نعمت های الهی در حفظ و امان خداوند باشید.